سلام. امروز قرار با هم آموزش ببینیم که پارچه های مخمل رو چطوری اتو بزنیم که آسیب نبینن. قطعاً بهترین روش استفاده از تخته مخصوص اتوکاری پارچه های مخمله. اما آیا هممون تو خونه هامون داریم؟ قطعاً نه. پس باید دنبال یه راه حل عمومی تر باشیم تا همه بتونن استفاده کنن. پس قراره با هم آموزش ببینیم لباسای مخملی رو که دوختیم چطوری اتو بزنیم که پرزشون نخوابه، برق نیفتن و آسیب نبینن. در ادامه با من همراه باشید. و اما نکات. ببینید من این لباس رو دوختم و الان توی مرحله اتوکاری نهاییش هستم. کجاها رو اتو بزنم؟ فقط درزهایی که نیاز به اتوکاری داره. دیگه اگه اینجای کارم صافه اتو نمیزنم. حالا اینجا رو ببینید. زیر کار رو من اومدم یه حوله قرار دادم. حوله پرز داره. در نتیجه کمک میکنه که پرزهای مخمل کوبیده نشه و آسیب نبینه. حالا این پارچه حوله رو چطوری انتخاب کنم؟ در درجه اول رنگش رو جوری انتخاب کنید که رنگدهی به پارچه‌تون نداشته باشه. بعضی از حوله ها رنگ پس میده. نکته بعدی، شما باید با یه اسپری آب روش بپاشید و در واقع نمورش بکنید. این کار کمک میکنه تا اتوکاریتون سریعتر انجام بشه، در نتیجه خطای کارتون کمتر باشه. حالا ببینید لباس رو از هم باز میکنیم به این صورت و همه درزها رو از سمت داخل اتو میزنیم. هرگز روی اصلی پارچمون اتو رو قرار نمیدیم. آیا اتو رو مستقیم روی پارچه بذاریم؟ هرگز نباید این کار رو بکنیم. باید با کمک اتو بخار با فاصله 1-2 میل از درزها اتو رو بذاریم، مرتباً بخار بدیم و سریع از اتوی سرد استفاده کنیم و هرگز اتو مستقیم روی پارچه مخمل قرار نمیگیره. حالا میخوام یه راه حل دیگه بهتون بگم که به شدت جواب میده، خیلی کارایی مفیدی داره و شاید تا حالا نشنیده باشید. پارچه رو کنار میذاریم. این حوله‌ای که اینجا گذاشتیم و نمور هست اتو میزنیم با حرارت بالا. کامل چند دفعه اتوش میزنیم تا کاملا داغ بشه. حالا میایم از سمت داخل درزها رو روی این فضا قرار میدیم. دیگه کاری به اتومون نداریم. این فضا کاملا داغ شده. حالا اتوی سرد رو روش میذاریم و اجازه میدیم تا این کار خنک بشه. در واقع ما داریم با حرارت زیاد اتو میزنیم بدون اینکه اتو اصلا ارتباطی با پارچه ما داشته باشه و فقط از حرارتش استفاده میکنیم و اتوی سرد رو به عنوان پرس روش قرار میدیم. این کار کمک میکنه که هرگز پرزها نخوابه، برق نیفته و در عین حال چون حرارت بالایی داره کارتون خیلی خوب اتو بشه. امیدوارم از این نکات استفاده لازم رو برده باشید.